سلام، به کانال یوتیوب تپس خوش اومدین. داستان واقعی رابطه زنی با جنها در کرج. به کانال ما خوش اومدین. زن جوان پس از ماه‌ها آزار و اذیت توسط جنها ناچار شد تن به خواسته آنها بدهد و با چشمانی اشکبار در دادگاه کرج حاضر شد. این زن و شوهر جوان پس از چند سال زندگی برای اینکه زن جوان از شکنجه و آزار و اذیت جنها نجات یابد طلاق گرفتند. 21 تیر ماه سال 1383 زن و شوهر جوانی در شعبه 17 دادگاه خانواده کرج حاضر شدند و درخواست خود را برای طلاق توافقی به قاضی اکبر طالبی اعلام کردند. شوهر 33 ساله این زن به قاضی گفت: من و همسرم از اول زندگی تا الان با هم دیگه هیچ مشکلی نداشتیم، ولی حالا با داشتن 2 دختر 10 ساله و 2 ساله به خاطر مشکلاتی که همسرم به اون مبتلا شده ناچار شدیم که از هم جدا بشیم. مرد در ادامه حرفایش گفت: هر شب جنها به سراغ زنم میان و اونو به شدت آزار و اذیت میکنن. من دیگه نمیتونم زنمو توی این شرایط ببینم. زن جوان به قاضی گفت: 13 ساله بودم که در یک محضر در کرج منو به عقد همسرم که 9 سال از من بزرگتر بود درآوردند. درست 1 هفته بعد از عقدمون بود که خوابه عجیبی رو دیدم. در عالم کودکی بودم و معنای خوابمو نمیفهمیدم، ولی اولین خوابمو هرگز فراموش نمیکنم. اون شب تو عالم رویا دیدم که 4 گربه سیاه و 1 گربه سفید در خونه ما اومدن. گربه‌های سیاه منو به شدت کتک می‌زدن، ولی گربه سفید طرفداری منو می‌کرد و از اونها می‌خواست چه کاری با من نداشته باشند. از خواب که بیدار می‌شدم متوجه خراش‌ها و زخمای روی بدنم شدم که به آرامی از اونها خون بیرون می‌زد. از اون به بعد ترس همیشه با من بود. حتی روزا وقتی که جلوی آینه می‌رفتم گربه‌ها رو توی چشمای خودم می‌دیدم. از اون شب به بعد جنگ و جدالای من با چند تا گربه ادامه پیدا کرد. در این مورد ابتدا با هیچ کس حرفی نزدم و تنها خانواده من و خانواده اون جای زخم‌ها رو می‌دیدن. دوران عقدمون 9 ماه طول کشید. چون این شکنجه ادامه داشت، خانواده منو پیش یک دعانویس در ماهدشت کرج بردن. اون توی کاسه آب دعا خوند و بعد کاسه آبو کنار گذاشت. با آینه نگاه کردم. گربه رو دیدم و اون مرد دعانویس دست و پای گربه رو با زنجیر بست. بعد از اون به من گفت: باید چله نشینی کنی و تا 40 روز از چیزهایی که از حیوانات تولید شده استفاده نکنی. من تا چند روز غذا رشه پلو و عدس پلو می‌خوردم و این مسئله و دستوراتی که اون داده بود و کاملا رعایت کردم. اما روزهای بعد پدر شوهرم که خسته شده بود اجازه نداد این کارو ادامه بدم. بعد از عروسی ما اون گربه رفتن و به جای اونا 1 گربه سیاه با 2 غول بیابونی که پشت سر اون حالت بادیگارد داشتن به سراغم اومدن. غولا منو میگرفتن و گربه سیاه منو میزد. من با این گربه 5 سال جنگیدم تا اینکه یکی از بستگانم ما رو راهنمایی کرد تا مشهد نزد دعانویسی بریم. ما هم قبول کردیم. دعانویس مشهدی از ما زعفرون، نبات پارچه و کوزه آب خواست. ما همه این وسایل رو تهیه کردیم و اون به کوزه چاقو میزد. زمانی که ما از خونه اون خارج شدیم ناگهان کوزه رو پشت سر من شکوند و من ترسیدم. اون بهم گفت که جنها رو از بین برده. درست همون شب گربه بزرگ سیاه در حالی که چوبی توی دستش داشت به همراه 13 گربه کوچک به سراغم اومدن و منو به شدت کتک زدن. حالا یه گربه تبدیل به 14 گربه شده بود. بازم بستگانم منو راهنمایی کردن تا سراغ دعانویسای دیگه برم. در قزوین پیرمردی با ریش‌های بلند، تو چالوسی پیرمرد تنها، توی روستا خاتون لر و حتی توی تهران و خیلی جای دیگه. حتی یک بار 40,000 تومان پول دادیم و دعانویسی از اطراف عراق اومد به خونمون و 250,000 تومان از ما درخواست دستمزد کرد. اما اون که رفت همون شب دوباره گربه اومدن و منو کتک زدن. توی این 12 سال 10-15 میلیون خرج کردیم اما هیچ فایده‌ای نداشت. حتی توی بیمارستان پیش چند تا روانپزشک رفتم ولی کاری از دستشون بر نیومد. چاقو، قیچی، سنجاق یا هر چیز دیگه که بالا سرم گذاشتم هیچ نتیجه‌ای نداشت. حتی دعا گرفتم. جنها کیف دعا رو برداشتن و چند روز بعد کیف خالی رو توی گردن دخترم انداختن. گربه سیاه به اندازه یک میز تلویزیون بود اما روی 2 تا پا راه میرفت. بینی بزرگ قرمز و گوش‌های تیز و چشمان براقی داشت و مثل آدما حرف می‌زد. اما گربه‌های کوچک 4 پا بودن و جیغ می‌کشیدن. از زندگی با شوهرم راضی بودم و همدیگه رو کاملا دوست داشتیم. اما جنها مدام از من می‌خواستن که از همسرم جدا بشم. اوایل فقط شب‌ها اونا رو می‌دیدم اما کم کم روزام توی زندگی من بودن. گربه بزرگ منو خیلی دوست داشت و با من حرف می‌زد و مدام بهم میگفت از شوهر طلاق بگیر، اون شیطان و بددهن و به تو خیانت میکنه. شب‌ها که شوهرم میخوابید اونم منو بالای سر شوهرم میبردن و بهم میگفتن اگه با ما باشی و از همسر جدا بشی ارباب ما میشی، اما اگه جدا نشی مدام کتک میخوری. اونها 2 تا را پیش پام گذاشتن و بهم گفتن پیش دعانویس نرو، فایده‌ای نداره، فقط یا از همسر جدا شو یا بیا پیش ما. اونا شبا منو بیرون میبردن و وقتی با اونا بودم پشتم قرص بود و از تاریکی نمیترسیدم چون اونا از من حمایت میکردن. حتی اونا منو به عروسیاشون هم میبردن. فضای عروسیشون سالنی تمیز و شفاف و مرتب بود و توی عروسیشون همه نوع میوه بود.
در عروسی‌ها گربه بزرگ یک سر میز می‌نشست و من سر دیگه میز و از مهمان پذیرایی خیلی خوبی میشد. حتی اونها به من طلا و جواهرات میدادن، در حالی که ساز و دغل نمیزدن، اما صدای اون به گوش میرسید. تو مهمونی همه چیز میخوردم و خیلی خوش میگذشت، اما وقتی پای حرف میرسید اونا به شدت منو کتک میزدن. فضایی که اون تو منو میزدن با فضای عروسیشون زمین تا آسمون فرق داشت. محل قدیمی مثل ارگوم با اتاقای کوچیک با فضای مه‌آلود و کثیف که معلوم نبود اصلا کجاست. توی اون فضا فقط گربه بزرگ روی صندلی مینشست و گربه‌های کوچکم منو میزدن و روی کولم سوار میشدن. بیشتر ساعتی که منو میزدن حدود ساعت 3 صبح بود. اونا 2 ساعت منو میزدن، اما این 2 ساعت برای شوهرم شاید 20 ثانیه میگذشت. اون با صدای ناله من از خواب بیدار میشد و میدید که از زخمام داره خون بیرون میزنه. من زخما رو با بتادین ضد عفونی میکردم. وقتی گربه بزرگ منو میزد زخما عمیق بود، اما تعدادشون کمتر بود. گاهی اوقات اون نمیزد و به گربه‌های کوچک دستور میداد که منو بزنن. اونا خراشای زیادی رو به شکل حرف وی روی تنم وارد میکردن. حتی صورت منو با این خراشا شطرنجی میکردن. حتی گاهی شب تا صبح منو میزدن. شبایی که قرار بود کتک بخورم کسل میشدم و میفهمیدم که الان میخوام منو بزنن. اونها 3 سال مداوم به من میگفتن باید از شوهر طلاق بگیری. در حالی که دختر بزرگم 7 سالش بود من دوباره باردار شدم. اونها به قدری عصبانی بودن که منو تا حد بیهوشی کتک زدن. در زمان 9 ماه بارداری اونها بارها به من حمله میکردن تا بچه‌مو بکشن و از شکمم اونو بیرون بکشن. شبها همسرم بالای سرم مینشست تا اونا منو کتک نزنن، اما اون فقط پنجه‌ای رو میدید که به بدنم کشیده میشد و کاری نمیتونست بکنه. زمانی که من منزل مادرم بودم جنها اصلا با من کاری نداشتن و سراغم نمی اومدن، اما به محض اینکه میرفتم خونه شوهرم آزار و اذیتشون شروع میشد. یک شب پدر شوهرم گفت تا صبح با قمه بالای سرت وای میستم و هر چند وقت یه بار قمه رو بالای سرت رد میکنم تا اونا کشته بشن. نزدیکای صبح پدر شوهرم چند لحظه چرت زد که با صدای فریاد من بلند شد و دید که بدن من به شدت زخمی شده. پدر شوهرم سر این قضیه 4 ماه ما رو به همراه اساسی منزلمون به خونه خودش برد. اما وقتی که شب خوابیده بود اونا سراغش اومدن و گفتن که عروست کجاست و اون گفته بود توی اتاق با دخترم خوابیده. صبح که از خواب بیدار شدم دیدم صورتم خونالود شده. دیگه کمتر کسی با ما رفت و آمد میکرد. یک بار برادرم اومد به خونمون و دید دخترم مشقاشو داره مینویسه و من حمامم، اما صدایی از حمام نمیاد. بعد از 20 دقیقه که درو باز کرد میبینه من در حمام زیر دوش غرق در خونم. یک بار به دستشویی رفته بودم و تا 3 ساعت بیرون نیومدم. خواهرم که نگران بود درو باز کرد و دید تمام بدنم چنگ خورده و جای خراشه. گربه بزرگ علاقه خیلی زیادی به من داشت و فقط فردای من رو به من میگفت. اون درباره من بسیار تعصب داشت و اگر کسی به من توهین کوچیکی میکرد میگفت تو چیزی نگو، ترافیشو سرش در میارم. همیشه همه بهم میگفتن اون نفرین تو میگیره. من کاری نبودم، فقط حمایت و تعصب جنها رو داشتم. بیشتر اوقات میفهمیدم بیرون چه اتفاقی میفته. حتی خیلی از وقتا که قرار بود جای دعوا بشه من خودم قبل از اونا میرسوندم تا جلوی دعوا رو بگیرم. همه بهم میگفتن اگه از اونا جواهرات بخوای برات میارن. من یک بار از اونا درخواست کردم. بعدش اونها یک انگشتر بزرگ مروارید که حدود 30 نگین اطرافش بود و برای من آوردن، اما گفتن تا 1 هفته به کسی چیزی نگو و اونو آشکارا دستت نکن. اما شوهرم اونو توی جیبش گذاشت و به همه نشون داد. سر همین ماجرا جنها اومدن اونو از من گرفتن و به من گفتن تو لیاقت این انگشتر رو نداری. دیگه کم کم نیروی منو به خارج از خونه هدایت میکرد و بی هوا بیرون از منزل میرفتم، اما نمیدونستم که باید کجا برم. این اواخر به مدت 3 ماه زن جوان و بسیار زیبایی با موهای بلند و طلای رنگ در حالی که چکمه تا روی زانوش میپوشید از اوپن آشپزخونه وارد خونم شد. دختر کوچکم اونو دید و ترسید. روی چکمه‌اش از پونس پوشیده شده بود و اون روزها به خونه ما میومد. خیلی کم حرف میزد و زیبایی و قدرت این زن حیرت آور بود. اون بدون اینکه چیزی بگم ذهن منو میخون و کارامو انجام میداد. حتی دکور خونه منم تغییر داد. لباسای اون مثل لباسای من بود. اگه من توی خونه روسری سرم میکردم اونم روسری سرش میکرد. اون توی منزل ما همه کاری انجام میداد، اما وارد آشپزخانه نمیشد و چیزی هم نمیخورد. حتی یک بار برای من گوش قربونی آورد، تا اینکه همسرم به خونه برگشت و از تغییر دکوراسیون اتاق خواب ناراحت شد و اونو مثل اولش کرد. از اون زمان به بعد زن چکمه پوش دیگه سراغم نیومد و گربه بزرگ بهم گفت همسر تاوانشو پس میده. همسرم متاسفانه به زندان افتاد. این روزهای آخر 3 زن و 1 مرد به سراغم اومدن و در اتاق پرستاری منو اذیت میکردن. یکی از این زنها شبیه من بود و وقتی آزارشون تمام میشد گربه‌ها میومدن پیش من. از شوهرم خواستم که از هم جدا بشیم. دیگه توان مبارزه با گربه‌ها رو نداشتم. یه روز که داشتم خونه رو جمع جور میکردم بوی خیلی عجیبی حس کردم. فهمیدم الان میان سراغم و منو به قلعه میبرن و کتک میزنن. ناگهان بیهوش شدم. گاهی تا 48 ساعت مرگ بودم.
راه میرفتم و غذا میخوردم، اما خودم چیزی نمیفهمیدم. صبح روز بعد زوجین در دادگاه حضور یافتند. روی صورت زن جوان زخم عمیق 3 چنگال با فاصله بیشتر از دستان انسان وجود داشت و صورت و دستهای زن خون‌آلود بود. بالاخره در مرداد حکم طلاق صادر شد. زن جوان گفت جنها دیشب اومدن اما منو دیگه نمیزدن. اونها خوشحال بودن و گفتن آفرین، کار خوبی کردی، ادامه بده. این زن جوان افزود رأی طلاق و 2 ماه بالای کمد نگه داشتم و اجرا نکردم. اون شب اونها اومدن سراغم و منو وحشیانه کتک زدن، طوری که روی بدنم خط و نشون کشیدن. با همسرم قرار گذاشتیم ساعت 19 عصر روز بعد برای اجرای حکم طلاق به دفترخونه بریم و حضانت 2 دخترمو به اون بسپرم. ساعت 5 عصر اون روز قبل از مراجعه به محضر همسرم منو نزد دعانویسی برد. مرد دعانویس به همسرم گفت اگه زن تو طلاق بدی جنها اونو میبرند. مرد دعانویس 10 روز از ما مهلت خواست تا جنها را مهار کند. خانواده‌ام گفتند تو که 12 سال صبر کردی، این 10 روزم روش. اما در این 10 روز کتک‌ها شدیدتر شده بود، طوری که جای زخم‌ها گوش اضافه می‌آورد. حتی سقف دهانم را هم زخم کرده بودند و موهای سرمو کنده بودند. چند بار وقتی منو کتک زدم بچه‌م اومد ازم طرفداری کرد، اما اون رو دخترم هم زدن. بعد از اجرای حکم طلاق جنها خوشحال بودند. بعد از اون چند بار به منزل همسرم رفتم تا کاراشو انجام بدم و خونه‌شو مرتب کنم، اما جنها با عصبانیت اومدن سراغم. بعد از طلاق که به خونه پدرم به همراه 2 دخترم برگشتم، دیگه اونا سراغم نیومدن و منو نمیزدن. تا چند وقت احساس دلتنگی به اونا دارم. البته اگه بخوام میتونم اونا رو ببینم.